ببینید دوستان این انار اوشتبینه، نگاه کنین چه اناریه. حالا مزهش که دیگه واسهتون نگم، انقدر شیرینه، یعنی بعد آبدار، اصلا یه چیزی عجیب غریبیه. نگاه کنین از خوشمزگی. سلام به روی ماهتون. من اومدم با یه ویدئوی قشنگ و جذاب و دیدنی دیگه. لطفاً این ویدئو رو از دست ندین. قراره بریم به کجا؟ روستای اوشتبین، مرکز انار آذربایجان. مهد انار آذربایجان. میگن که انارهای قرمز و شیرین و آبدار داره. حالا بیایم با هم بریم با خانمای با صفای تبریزی بریم ببینیم که این اوشتبین، آره اوشتبین چجوریه. بله دوستان یه توقفی داریم اینجا. قراره که این حمام تاریخی از زمان صفویه، حمام کردشت رو بریم با هم دیگه یه تماشایی بکنیم. حالا یه چند دقیقه بهمون فرصت دادم و من از این منظرها، از این مناظر زیبا براتون فیلم میگیرم. با من لطفا تا انتهای ویدیو همراه باشین. از ویدیو هم اگه خوشتون اومد خب میدونید که لایک و شیر و سابسکرایب یادتون نره. دوستان عزیز این منطقه به انجیرهای توسرخ و انارهای آبدارش معروفه که وقتی که ما وارد این باغ شدیم صاحب باغ این انجیر توسرخ‌ها رو چیده بود و توی یه ظرفی ریخته بود برای احسان و خیرات که چون روز پنجشنبه بود به خانم‌ها تعارف کرد.
Saxtıman düşsün. Ya babam anne ben ona yardımdan çıktım. Ya bana ona yardımdan خب دوستان یه اتوبوس وایساده که ما بریم این حمام تاریخی کردشت رو ببینیم و اینجا این منطقه مربوط میشه به سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس که الان ما تو دورفا هستیم و این حمام تاریخی هم در دورفا قرار گرفته در کنار رود ارس. من این ویدیو رو در 2 قسمت براتون منتشر کردم به خاطر اینکه خسته نشین. این ویدیو از 8 دقیقه بیشتر هست تایمش. امیدوارم که خوشتون بیاد و قسمت بعدش هم روز شنبه شب ساعت 10 شب به وقت ایران براتون منتشر میکنم. نه تو آبانون اولی حمام کردن. وای خدای من، آسمون رو فقط ببینین که چقدر خوشگله. منو خیلی کلمات کرده خانم که شفاف ببینید این منطقه سراسر کنار جاده همجوری باغای انار هست و باغدارا دیگه اناراشون رو میچینن و میذارن کنار جاده برای فروش. حالا از کیلویی مثلا 50 تومن شروع میشه تا کیلویی 70 تومن و 75 تومن و اینا. من مشتریه به طور çıksa müşteriye. Aynen. Hamısı belədir. این از کدوم هست رویا جون برداشتی؟ کدوم که جعبه برداشتی؟ Şalden soruşturuz. Bu kara da, kırmızı değil. Bu kara da, değil. Yok kara da, bu kırmızı da var.
که من بیرونش شهرستان طوفان چتبرنمی بخش سیه رو روستای کولان پایتخت انار آذربایجان çok güzel narlarımız olar. Her vakit gelseniz burada kıtlatçıda var.